نیش عقرب. ما رهایی نداریم مگر اینکه وهابیت رو به چالش بکشیم و سعی کنیم که در تنگنای فکری قرار بدیم. کاملا درست می‌فرمایند ایشان. شیعیان رافضی رهایی ندارند. علمای شیعه صفوی منش هرگز رهایی ندارند، نه از جنگ مردم و نه از دادگاه عدل الهی. لذا هیچ چاره‌ای پیش روی خود نمی‌بینند جز اینکه با دروغ و تلبیس و نفاق اهل سنت و عقاید مقدس آنان را زیر نام وهابیت بکوبند، چون در حقیقت این شیعه خرافی و صفوی منش و عقده‌ای است که در تنگنای فکری و اعتقادی قرار دارد. این شیعه اثناعشری غالی و افراطی است که امروز در برابر پرسش‌های بی‌پاسخ جوانان آگاه و بیدار جامعه با کمال عجز و بیچارگی دست و پا می‌زند. نه روی ماندن دارد و نه راه رفتن، چون علمایشان از بس به مردم دروغ گفتند. امروز حکایت آنان مانند حکایت همان چوپان دروغگوست. با دروغ و تلبیس و نفاق و مغلطه که نمی شود اعتماد مردم را به دست آورد. شیعه امامی غالی و افراطی واقعا امروز باخته است و چنان باخته که اگر علما و دعوتگران سودجو و مصلحت طلب و دنیا پرست و شهوت پرست آنان اندکی شرم و حیا می داشتند، باید دستها را بلند می کردند و اعلان می نمودند که ما باخته ایم و تسلیم هستیم. اما این که باز هم ادامه می دهند، باید گفت برای شما متاسفیم. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. و الله متعال می فرماید يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند نور الهی را با سخنان دروغین خیش خاموش کنند، ولی الله جز این نمیخواهد که نورش را کامل نماید، هرچند برای کافران ناخوشایند باشد.